من این غذا رو از یه خانم ازبک یاد گرفتم و یه مقداری هم بهش تغییرات دادم. خیلی خوشمزه است. من از بادمجون دلمه‌ای استفاده کردم چون گوشتش بیشتره، ولی شما میتونین از هر نوع بادمجونی که دوست داشته باشین استفاده کنین. مهمترین قسمتش مزه‌دار کردنشه. بعد از اینکه ظرفت آماده شد میذاری توی فر تا حسابی پخته بشه. بریم گوشتش رو آماده کنیم. موادی که براتون مینویسم رو توی گوشت چرخ کرده میزنین و حسابی ورزش میدین. بهتر 1 ساعت روی گوشت رو بپوشونی و بذارش توی یخچال. حالا بادمجونا و گوجه‌های آماده شده رو از فر در میاری و پوستش رو میگیری. وقتی خنک شد پوستش خیلی راحت کنده میشه. هم میتونی مواد رو ساتوری کنی، هم توی غذا ساز بریزی. بعد اونو توی ظرف مناسب فر میریزی و گوشتاتو به هر شکلی که دوست داری شکلش میدی. من دوست داشتم اینجوری باشه، تو میتونی قلقلیش کنی. میذاری توی فر، احتیاجی هم نیست روشو بپوشونی چون به اندازه کافی آب میندازه. نمیدونی چه ترکیب فوق‌العاده‌ای میشه.